سلام بینندگان عزیز، صبح بخیر. شما برنامه نوید بامدادی را تماشا دارید. امروز یک شنبه 7 اپریل است. نخست از خبرهای تاجیکستان شروع میکنیم. مقامات نیروگاه برق آبی راغون خبرهای خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند، ولی گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. منابع دیگر چاره‌های مذکور را به آبگذرانی سربندی آب انبار ربط می‌دهند. در جمعیت سهامی نیروگاه راغون روز 6 اپریل به رادیو آزادی گفتند آب انبار برای گذراندن کارهای تعمیر در چرخه اولی نیروگاه سر داده شده و قرار است جمع آوری آب از 15 اپریل آغاز شود. مسئولان نیروگاه گفتند آوازها در مورد گذشتن آب از سربند و یا سوراخ شدن آن حقیقت ندارد، ولی پالایش یک مقدار آب از سربند یک چیزی طبیعی است و جای برای نگرانی ندارد. با استفاده دادن اگریگات دوم نیروگاه راغون که قرار بود ماه اپریل به کار سر کند به تأخیر افتاده است. مسئولان نیروگاه میگویند عین زمان چرخه رقم پنجم یعنی چرخه دوم نیروگاه در جای خود وصل و نصب شده است و زمانی که آب انبار جمع شد هر دو اگریگات دوباره به کار درآورده می شود. مذاکرات هیئت‌های رسمی تاجیکستان و قرقیزستان روز 6 اپریل در دوشنبه پشت درهای بسته آغاز شد. در مذاکرات مسئله تعیین و علامتگذاری مرز دو کشور بررسی شد. هیئت قرقیزستان را در مذاکرات دوشنبه جینیش رزاقوف معاون نخست وزیر آن کشور رهبری می‌کند. از جانب تاجیکستان عظیم ابراهیم نایب سروزیر مذاکرات می‌برد. جانب‌ها از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری کردند. تاجیکستان با قرقیزستان بیش از 970 کیلومتر مرز دارد و از این حساب بیش از 470 کیلومتر آن معین و علامت گذاری شده است. همین نامعینی سر چند وقت باعث به درگیری ساکنان دو جانبی سرحد می شود. باران پرشدت شب پنجم به 6 اپریل در تاجیکستان تلفات جانی نداشت، اما به خانه و حولی و زمین کشت و راه‌ها زیان رسانده است. در کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند که در نتیجه بارانگری شدید فرآمدن سیل در چند ناحیه‌های ولایت بدخشان، سوغد و ختلان به وقوع پیوسته است. از بارانگری شدید شب گذشته پیش از همه ساکنان شهر دوشنبه به تهلکه افتادند و راه‌های اساسی پایتخت دست کم 1 ساعت زیر آب ماندند. مقامات حالت‌های فوق‌العاده میگویند خطر بارانگری هنوز برطرف نشده است و تا 10 اپریل احتمال باریدن باران سخت پیشگویی می شود. پس از 800 ساله مبارزه های تیمور ملیک با لشکر چنگیزخان در کنار رود سیر در شهر خوجند تمثال کشتی او ساخته شد. داخل کشتی رمزی تیمور ملیک اکنون طربخانه است که به نام این قهرمان تاریخی خلق تاجیک گذاشته شده است. این طربخانه در خود را برای مشتریان باز کرد. ادامه را در گزارشی تهیه کرده همکارم رستم جانی می‌بینیم. نبی رحیموف محقق تاجیک میگوید این مزرعه یک مکان ارزشمند تاریخی است که آهسته آهسته فراموش می شود. 800 سال قبل پایگاه مبارزه علیه استیلاگران مغول بود. اینجا سال 1220 تیمور ملیک حاکم خوجند با ارتش 70,000 نفره چنگیزخان جنگ کرد. او از این موضعی که با نام جزیره تیمور ملیک مشهور است به ارتش دشمن با کشتی های نمدپوش شب خون میزد. تاریخ نگاران تاجیک میخواهند مجسمه قهرمان مردمی را اینجا که در محله یا جایگیر است هرچی تیزتر گذارند. این جزیره تیمور ملیک است و خوب میشد که اگر مجسمه تیمور ملیک را در اینجا بمانند و عموما این موضع به یک جای تاریخی، جای سیاحی تبدیل. چند سال بحث گذاشتن مجسمه تیمور ملیک در شهر خوجند گرم بود. برای احیا کردن نام تیمور ملیک البته این تشکیل کردن در کار جایهای تاریخی مردم تاجیک، نسل آینده، نسل حاضره که همچون ما مردم کلانسال شهر خوجند افتخار کنند با گذشتگانشان که چون شخصان بزرگ بودند.
اول حکومتداران می‌خواستند مجسمه او را در مرکز خوجند گذارند. تاریخ نگاران خواستند آن در رود سیر ساخته شود چون که نمای از کارنامه‌های اوست. حالا یک پاره زمین میان این رود سیر هست که نام جزیره تیمورملیک را دارد. این سیاحتگاه به اون مکان تاریخی ربطی ندارد. با اندیشه تاریخ نگاران بنیاد مجسمه تیمورملیک در مکان مبارزه های شدید او برای به وجود آمدن مجمع تاریخی زمینه می شود. سال 2018 حکومت شهر خوجند قرار کرد مجسمه تیمورملیک در جزیره یاوه ارال ساخته شود، ولی با بهانه سیرخرجی و نبود مبلغ این تصمیم را اجرا نکرد. حالا مردم در اینجا زراعت می‌کارند. آخرین نشانه نبردهای تیمورملیک نیست می‌شوند که هوادارانش را نگران کرده است. دادگاه حربی گرنیزان دوشنبه به بررسی پرونده گروهی سربازان شروع کرده است که برای شکایتی بر دروغ نسبت یک افسر گمانبر دانسته می شوند. بنابر اطلاع این دادگاه 9 سرباز قسم حربی بتالون کشاورزی با ماده دیده و دانسته رسانیدن خبر بر دروغ ایبدار دانسته می شوند. در شرح خبر آمده است که این گروه سربازان علیه یک رهبر قسم نظامی خود برای لطوکوب و رفتار غیر آیین‌ناموی شکایت کرده بعداً اقرار شدند که این فقط یک تهمت بود. در تاجیکستان بدرفتاری با سربازان در صف نیروهای مسلح یک مشکل جدی باقی میماند، ولی این برای بار اول است که سربازان با تهمت زدن ایبدار می شوند. رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که قرار است ایالات متحده سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران را بر روی خط سازمان‌های تروریستی وارد کند. رسانه‌ها از قبل مقامات آمریکا خبر دادند که این اقدام تا 8 اپریل عملی خواهد شد. در خبر آمده است که شاخه یا قنات خارجی سپاهی پاسداران انقلاب و یا نیروهای قدس اینچنین تعداد از اشخاصی نهادهای مربوط به این سازمان شامل روی خط گروه‌های تروریستی خواهند شد، نه تمامی نیروهای سپاه. کارشناسان میگویند سپاهی پاسداران انقلاب به جز از تطبیق معیارهای شریعت و فشار بالای دیگر اندیشان در کشور در عملیات مخفی، قاچاق سلاح و تلاش دیگر برای افزایش نفوذ ایران در خارج شرکت میکند. این سازمان مستقیم بر رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای پاسخگو است. بیننده ارجمند، این خبری آخری برنامه امروز بود. تا برنامه‌های بعدی، خداحافظ.